ما تو دل تهدید هم داریم آینده ایران رو میسازیم. کار ما توقف پذیر نیست چون آینده ایران برای ماست. نه سربازیم نه سیاستمدار، ولی وسط میدونیم چون سازنده ایم. ما ایستادیم میمونیم و آینده ایران خودمون رو با ایده هامون میسازیم. آینده ایران ما اینجاست، در کنار هم با فناوری و نوآوری آینده رو میسازیم. چه تحریم باشیم چه جنگ باشه، ما با تمام قدرت به تولید ادامه میدیم برای آبادانی و پیروزی کشورمون.